بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه سوره مکیه نوشته و هی 7 آیات، 7 آیت. این سوره مبارکه میگم بعد از سوره هجر نازل شد، 2 مرتبه نزول شد. یک مرتبه قبل از هجرت، یکی بعد از هجرت. خلاصه یک مرتبه در مکه نازل شده و یک مرتبه در مدینه منوره نازل شده. سوره ای هست که از نظر شان و فضیلت زیاد گفته شده. حالا بزرگترین که از فضائلش قرآن عظیم الشان با این سوره مبارکه شروع است و در هر رکعت نماز، چه نفل و چه فرض چه واجب، این سوره را خواندن واجب است. و اگر کسی این سورت را در رکعات نمازش نخواند، نماز او ناقصه. بعضی ها میگن که باطله، لیکن ناقصه. لذا سوره ای هست بسیار مبارک. فاتحه هم نام او هست و نامهای متعدد دیگری این سوره مبارکه دارد، شافیه و کافیه و از نامهایی که برایش ذکر شده است. فاتحه به این خاطرش میگویند که فتح کتاب و باز شدن کتاب از این سوره مبارکه شروع میشه. ابتداء کلام الله با این سوره شده است. و دیگر نام معروفی به نام ام الکتاب. 7 مثانی هم قرآنی نگفته است. آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم. 7 آیه که تکرار کرده می شوند در نمازها، بین خاطر اینا مثانی میگن. مثانی یعنی تکرار شده، مثنا، تکرار شده. به این خاطر اینا مثانی میگن. ام الکتاب، اصل کتاب. ام به معنای اصل، ام به معنای مغز و خلاصه. و نام دیگر تعلیم المسئله. تعلیم المسئله یعنی الله تعالی در این سوره مبارکه بندگان نادانش را آموزش داده است که در بارگاه او با کیفیت و شرایط خاصی چه چیزی مسئلت کنند. الله تعالی در این سوره آموزش داده است که چه چیزهایی از خدای کریم مسئلت کنند. تعلیم المسئله نامش. ما روی این 2 نام کمی تقریر میکنیم و بعد توضیح میدیم. ام الکتاب، اصل کتاب. چطور اصل کتاب است؟ مغز کتاب است، خلاصه کتاب است. در این باره بزرگان دین تقریراتی ایراد کرده اند. یک تقریر از حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی مفسر قرآن، ایشان میگویند این خاطر فاتحه را ام الکتاب میگویند که در فاتحه آن مسائلی که در تمام قرآن عظیم الشان بیان میشن، خلاصه اون مسائل در این سوره مبارکه گنجانیده شده. در قرآن مجید 6 مسئله بیان میشه: توحید، رسالت، احکام، قیامت، احوال قبول کنندگان توحید و رسالت و قیامت، و همچنین احوال منکرین توحید و رسالت و قیامت. 6 چیز: توحید، رسالت، احکام، قیامت، احوال قبول کنندگان توحید و رسالت و قیامت. 6 احوال منکرین قیامت و رسالت و توحید. این 6 مضامین که در قرآن عظیم الشان بیان میشن، این 6 موضوع و 6 در سوره فاتحه اجمالا بیان شده. پس شد اصل و مغز و خلاصه قرآن است. از الحمدلله رب العالمین بیان توحید ہے،
بیان توحید تا الرحمن الرحیم. همه ستایش‌ها به رب العالمین اختصاص دارند که رحمان رحیم هست. این بیان توحیده. همه حمد و ستایش‌ها و خوبی‌ها به رب العالمین رحمان رحیم اختصاص دارند. این تا رحمان رحیم مسئله توحید را بیان. مالک یوم الدین بیان روز جزا هست، قیامت که مالک روز جزا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان احکامات هست. حالا عبادت چیه؟ اعتراف به حق عبادت شده. تمام اون دستوراتی که مطابق و تمام اون احکاماتی که مطابق شرع مبین و دستور خدا برسن، اینا همه عبادت هست، اینا همه احکام هست. حتی به شراء، مناکحات، معاملات، معاشرات، عقل، خورد که مطابق اسلام بدهد، اینها برای انسان عبادت حساب میشه. اینها عبادتن و احکام. در ایاک نعبد و ایاک نستعین، در ایاک نعبد اینها گنجانیده شد و در اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم اطاعت از خدا، راه مستقیم راه خدا. راه خدا در چه بودی؟ در اوامر و در منهیات. اوامر را انجام از اجتناب همه صراط مستقیم. هر امری الله تعالی دارد، اون اوامر الهی را انجام بدیم، از منهیات اجتناب بکنیم، اینها همه میشوند احکام الهی. صراط الذین انعمت علیهم بیان حالات قبول کنندگان توحید و رسالت و معاد هست. کسانی که توحید را و رسالت را و قیامت را و احکامات را پذیرفته‌اند و عمل کنند، اونها بندگان منعم علیه الهی هست. و در 4 سن الله تعالی این بندگانی را که بر آنها انعام فرموده است بیان کرده. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، همه اینها را الله تعالی منعم علیهم قرار داده. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و صالحین. اینها بندگان منعم علیهم هستند که انعام الهی بر آنها شده است. پس حالات قبول کنندگان توحید و رسالت و احکام و قیامت در صراط الذین انعمت علیهم آمد. و حالات منکران توحید و رسالت و معاد و احکام در غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آنهایی که خدا بر آنها غضب کرده که توحید را نپذیرفتند، رسالت انبیا را نپذیرفتند، معتقد به قیامت نبودند، معتقد به احکامات الهی نبودند، اونها به 2 گروه تقسیمند. یکی گروه مغضوب علیهم و دیگری گروه ضالین که منافقین باشند، کفار و منافق. اینها مغضوب علیهم و ضالین. به این صورت این سوره مبارکه ام الکتاب و اصل کتاب و مغز کتاب و خلاصه کتاب، همه احکاماتی که در قرآن عظیم و شان بیان میشن خلاصه و چکیده و اشاره در این سوره بیان شدن. اشارت و انسان وقتی فکر بکند همه مضامین را در این سوره الله تعالی گنجانیده است، خلاصه کرد. این تقریر از مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله در تعبیر ام الکتاب آمده است که اصل کتاب است به این خاطر. یک تقریر دیگر را حضرت شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمه الله فرموده است و این را تقریبا از حضرت امام ربانی نقل کرده، البته به 2 صورت تقریرش را می کند. امام مجدد الفسانی امام ربانی از جناب سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه نقل کرده است و نیز در تفسیر مواهب الرحمن
جلد 1 صفحه 3 منقول است که تمام علوم آسمانی و خلاصه قرآن مجید در سوره فاتحه موجود هستند. چون که قرآن مجید از حیثیت مضامین به 4 قسم تقسیم است و هر قسم آن با کلمه الحمدلله شروع شده است. از قسم اول از الحمدلله رب العالمین تا اول انعام، قسم دوم از انعام تا اول کهف. انعام هم با الحمدلله شروع، کهف تا سبا این هم با الحمدلله شروع، از سبا تا آخر این هم با الحمدلله شروع. فاطر هم با الحمدلله شروع است، لیکن فاطر تتمه و مکمل سبا. خب قرآن 4 قسمت است، در هر قسمت آن یک مسئله به طور عمومی بیان شد: خالقیت خدا، ربوبیت خدا، مالکیت و تصرفات الهی در دنیا، مالکیت و اختیارات تام الهی بدون کوچکترین شایبه شریکی در آخرت. پس الله سبحانه و تعالی از قسمت اول این صفت معروف و مسلمه الهی که خالق هست و اکثریت انسانها، اکثریت بلکه بگیم به طور قاطع خالقیت خدا را قبول دارد. حالا الله را به زبان خودشان چه تعبیر میکنند؟ لازم نیست که عرب الله میگه، ما عجمها خدا میگیم. هر کسی به زبان خودش معترف به خالق هست. خالق را انگلیسی ها چه میگن؟ خالق. الله چیز دیگر خالق، پیدا کننده. چی میگن؟ حالا فارسی ها میگه پیدا کننده، نه؟ عرب میگه خالق. ما چون با لغت عرب آشنایی داریم خالق میگیم. به این خاطر از الحمدلله قسمت اول تا انعام خالقیت خدا بیان شده به طور بیشتر. از انعام گرفته تا کهف ربوبیت الله بیان شده است که بعد از خلق پرورش دهنده هم الله است و زمینها را برای این انسان فراهم کرده. و از سوره کهف گرفته تا سبا مالکیت و اختیارات و تصرفات الهی در کائنات، همانطوری که خالق است، همانطوری که رب است و همانطور هم مدیر و مدبر و اختیاردار هم الله است. به کسی دیگه هیچ چیزی را تفویض نکرد. و بعد در قیامت هم که بعد از سوره سبا تا آخر اختیارات از آن الله سبحانه و تعالی بر قدرت اریکه متمکن هست، هم در دنیا مالکیت دارد و تصرفات دارد و مدیریت دارد و هم در آخرت. در این سوره فاتحه الحمدلله بیان خالقیت خدا. چرا؟ الله به کی میگه؟ الله به اون ذاتی میگوید که جامع جمیع صفات کمالیه هست، تمام صفات کمالیه در او هست. پس خالقیت یک وصف با صفت کماله. این خاطر الله تعالی مراد از الله وصف معروف و مشهور که همه انسان ها بیان اعتراف دارند، یعنی خالق. بیان خالقیت الله در الحمدلله بیان شد. رب العالمین بیان ربوبیت خدا، مالک الرحمن الرحیم بیان مالکیت و مدیریت خدا هست که در دنیا و آخرت بسیار بخشنده و مهربان است. همه جهان را مدیریت میکند، بر همه جهان ترحم دارد، لذا مالکیت دارد. مالکیت کامل را الله سبحانه و تعالی در دنیا دارد، چون از همه بیشتر بخشنده است و از همه بیشتر و با دوام مهربان است. مثل خدا بخشنده و مهربان کی میتواند بشه؟ با این همه گناه و معصیت و انحراف و حرف نشوی که نمیشنوند بندگان از او، باز هم نانشون قطع نمیکنه، صرف سلامتی میکنه قطع نمیکنه، بلکه اضافهشون هم میده. او بسیار رحمان رحیم است. بیان مالکیت خدا در این وقت.
این مالک مهربانی هست که همه چیز را در اختیار بشر گذاشت. و از مالک یوم الدین بیان مالکیت خدا روز جزا هست. خب این 4 مضامینی که در 4 قسمت بیان شده در سوره فاتحه هست. خب این یک طریقه هست که این طریقه را حضرت مولانا نقل از امام ربانی و امام ربانی از حضرت علی فرمودند. به این خاطر اینا الکتاب میگن. و یک تقریر دیگر حضرت مولانا دارن، اون اینه که شما قبلا خواندید که حوامیم 7 مغز و خلاصه و دیباچه قرآن عظیم الشان و اینها بیان مسئله توحید را در بعد دعا بیان کرد. فادعوا الله مخلصین له الدین. قال ربكم ادعوني استجب لكم. بعد فرمود که فادعوه مخلصین له الدین، حامیم مومن. و بعد اون حوامیم 6 بعدی جواب شبهاتی بودند که در هر یکی از اون سوره ها اعتراضات کفار را الله تعالی جواب داد. و مقدمه این حوامیم سوره زمر. در سوره زمر از ابتدا گرفته تا آخر الله تعالی مسئله عبادت را به طور عمومی عنوان کرد. فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین. فاعبد الله مخلصا له الدین. یا بار فرمود قل الله اعبد، من خدا را عبادت میکنم مخلصا له الدینی فاعبدوا ما شئتم. من پیغمبر فقط خدا را عبادت میکنم، شما هر کس را میخواهید غیر از خدا عبادت کنید. فاعبدوا ما شئتم من دونه. مسئله که قرآن عظیم الشان و مغز قرآن و خلاصه و دیباچه و مقدمه حوامیم 7 و زمر که مقدمه برای حوامیم 7، اون 2 مسئله که زمر و حوامیم 7 بیان کردن که عبادت حق اختصاصی الله هست و خصوصا شعبه بزرگ عبادت و مغز عبادت و خلاصه و چکیده عبادت خواندن و فریاد زدن از در سوره حامیم مومن شده، اون 2 مسئله را که زمر و اون 2 مسئله را که حوامیم 7 بیان کردن در سوره فاتحه هست. در ایاک نعبد مسئله زمر را بیان کرد که در زمر گفت فاعبد الله. شما سوره زمر را نخواندید، برید مطالعه کنید که چقدر دستور عبادت است، به چه عناوینی دستور عبادت است و از عبادت غیر الله انکار شده و انسانها خطاب به جاهل شدند که ای جاهل ها افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. او احمقان دنیا، شما به عبادت غیر خدا من دستور میدید؟ تون حرف زده قرآن عظیم. این خاطر 2 مسئله بزرگ را که سوره زمر که مقدمه حوامیم است که حوامیم خلاصه قرآنند و مسئله دعا که شعبه بزرگ عبادت و مغز عبادت است، الدعا هو العبادت، الدعا مغز العبادت، اون 2 خلاصه اون سوره ها، سوره زمر و سوره های حوامیم در فاتحه هستند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد موضوع زمر را بیان کرد و ایاک نستعین موضوع حوامیم 7 را بیان کرد که فقط تو را میخوانیم و از تو استعانت میگیریم. و خلاصه اون حوامیم در آخر سوره نوح، آخر سوره نوح قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد. خب پس نقل شده است که سر فاتحه در تفسیر ابن کثیر گفته شده است که سر فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینطور گفته که الفاتحه تو سر القرآن، فاتحه راز قرآن است.
و راز فاتحه این کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سوره فاتحه خلاصه قرآن هست و خلاصه سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست و خلاصه ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم الله الرحمن الرحیم. الفاتحه سر القرآن، راز قرآن، رمز قرآن سوره فاتحه هست. بعد رمز فاتحه خلاصه شده فاتحه در ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه شده در بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که گفتیم بسم الله، الله علم لذات الواجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمال. من جمله صفات کمال حاکمیت و آمریت خدا ہے. اللہ تعالی خالق ہے، رب ہے، صفات کمال ہے، مالک دنیا و آخرت ہے، حاکم دنیا و آخرت ہے. در آخرت ہم اللہ تعالی حاکمیت دارد و آمر ہے، الا له الخلق والامر. ہمیں ان صفات ان خلاصے سورہ فاتحہ در لفظ اللہ آمد. ہم خالقیت خدا آمد، ہم ربوبیت خدا آمد، ہم مالکیت خدا در دنیا و آخرت آمد، ہم حاکمیت کہ اللہ حاکم است، حکم صادر میکنه. اللہ تعالی حکم کننده است، دستور صادر میکنه و این حاکم محسن و منعم واجب الاطاعت است. لفظ الله تمام احکام هم آمدن اینجا. خالقیت خدا بیان شد، ربوبیت خدا بیان شد، مالکیت خدا هم بیان شد، حاکمیت خدا هم بیان شد. و الرحمن الرحیم، ها این ذاتی که دارای این همه صفات هست او هم بسیار بخشنده و مهربان. تمام چیز کسی که منعمه، کسی که محسنه نباید زیر بار دستور او رفت، نباید از دستور او اطاعت کرد. کسی که ذاتی که همه چیز از او حاصل می شود او مطاع است، او واجب الاطاعت هست. خلاصه در بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه خلاصه شده. و بعد هم در بسم الله الرحمن الرحیم در بای بسم الله خلاصه شده. بای بسم الله برای استعانت، یعنی مقصد عبادت چیه؟ که همه شما محتاج و استعانت گیرنده الله تعالی بی نیاز و مستعان. خلاصه عبادت چیه؟ که همه ما محتاج مستعین، الله تعالی بی نیاز مستعان. مقصد عبادت هم همینه که ما عجز و ناتوانی و انکساری و فروتنی و تواضع قدرت و عاجزی قدرت در برابر الله توانا و مقتدر و دانا و همه صفات کمال در روح هست. ما تسلیمی این در باب بسم الله خدا به ما سبق داده که همه شما محتاج، انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. همه ما نیازمند، فرشته نیازمند، نبی نیازمند، ولی نیازمند، مقربان را نیاز بیشتر است از غیر مقربان. همه ما محتاج، ملک، انس، جن و الله تعالی بی نیاز. ما مستعین و گدا، او شاه و همه اختیاردار و مالک و مستعان. در باب بسم الله الله تعالی بندگی را به ما آموزش داده. چرا باید بسم الله برای استعانت است، یعنی استعینوا بسم الله الرحمن الرحیم. استعینوا متعلق است که استعینوا یا استعینوا یا نستعینوا. حالا یک جمع میگه، یک فرد میگه. حالا یک بحثایی که شما در مورد بسم الله الرحمن الرحیم خواندید. خلاصه شد قرآن عظیم الشان در باب بسم الله. خب اولین لفظ
قرآن بای بسم الله است و آخرین لفظ قرآن سین و ناس است. حضرت استاد می فرمودن با سین وصل بشه می شود بس، یعنی ما را خدا با قرآن بس است، نیازی به هیچ کسی نداری. این کمال توحید. بس، البته بس عربی نیست، بس فارسی. بس یعنی خدا ما را بس است، دیگه نیازی ما به کسی نداری. و مقصد عبادت و بندگی هم همینه، انسان پناه بشه. اینو میگوین پناه بالله، جز خدا دیگه کسی نیست. و همون آخرین دست برد مادر ما به خدا شد. وقتی رو به پدر کرد و گفت جواب بده، وقتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال کرد، همه سر را پایین گرفتن. مادر ما فرمود معامله من معامله پدر یوسف هست که وقتی گزارش ناگوار دادن گفت فصبر جمیل والله المستعان علی ما. مادر از محبت پیغمبر، محبت پدر و مادر خرید و در پناه خدا قرار گرفت. الله تعالی مشکل گشایی. یعنی یعقوب علیه السلام در محبت یوسف دیر، الله تعالی یوسف را دور کرد و نعره والله المستعان کرد. و مادر عایشه در محبت رسول و محبت پدر و مادر اینجا در محبت مخلوق بودند. الله تعالی حالی آورد که مادر از این پناه مخلوق، بله برای یک زن شوهر پشتیبان است، برای یک دختر پدر و مادر بزرگترین پشتیبانند و پناهگاهند. الله تعالی حالتی آورد که این پناهگاه ها درد مادر ما را دوا نکردند، فوری از این پناهگاه های مخلوقی به پناهگاه خالق و مستعان فرید. وقتی او اونجا رفت دیگه اینها همه ماندن. یعنی میگه پناه بالله، در پناه خدا قرار گرفتن. همین میگه آخرین نقطه ولایت که انسان از مخلوق قطع میشه و این همون نقطه هست که خدا به پیغمبرش فرمود تبتل الیه تبتیلا. این هست سروران گرامی که انسان از تمام علائق غیر الله ببره و به خالق مقتدر خود را بس. پناه بالله یعنی او جز خدا دیگه پناهگاهی برای خود تصور نکنه، نه اتاق را و نه پدر و مادر را و نه نبی را و نه ولی را، بلکه پناهگاهش آخرین پناهگاه. اینها دیگه تا یک حدی میتونن دفاع کنند و پناهگاهی کنند، لیکن مادر عایشه از محبت فاعل به محبت خالق وقتی که گفت معامله من معامله یوسف، پدر یوسف، اسم یعقوب در ذهنش رفت، نام یعقوب از ذهن من رفت، من گفتم پدر یوسف. او چطور گفت والله المستعان، او هست مستعان و پناهگاه، منم مستعین. شما که پناهگاه و پشتیبان من بودید همه سرها را پایین و سکوتید و شبهه در دل شما هست که من گناهگارم یا بیگناهم، هنوز برای شما تشفی نشده است. خود پیغمبر تا وحی نامد پیغمبر گیر، وقتی خدا وحی آورد بشارت داد، قانون بیان کرد، مقررات بیان کرد، تمام سوره نوح مقررات و احکامات زندگی را الله تعالی بیان کرد و اونجا یک قانون بسیار بزرگی بیان کرد. پس این هست سروران گرامی آخرین نقطه انسان که در پناه خدا قرار و جز خدا دیگه برای خودش دیگه پناهگاهی تصور نکنه، نه شوهر را، نه برادر را، نه پدر را، نه خویشاوند را، نه سنگ را، نه حجر را، نه آسان را، نه باستان را. آخرین نقطه بشر پناه خدا. و همین سروران گرامی مسئله توحید هم همینه که انسان از تمام این مخلوقات ببره و توجه تامش به خالق باشه.
بود و نابود مخلوق برایش برابر باشه. این هم آخرین نقطه توحیده. خب این تقریری نسبت به کتاب هست که این را به این مناسبت کتاب میدونه. اصل کتاب، خلاصه کتاب، مغز کتاب. خب این تعلیم المسئله هم میگه. چی میگه؟ تعلیم المسئله. خدا در این سوره مبارکه ما بندگان نادان را آموزش داده است که به چه کیفیتی و نحوی و چه چیزی از او بخواهیم. ما که نابلد بودیم. انسان در یک بارگاه بسیار بزرگ بره مبهوت میشه که چه چیز بخواد. همه چیز هست. مثل اینکه یک کسی بره و یک باغ پر از میوه باشد، اون میگه شما از یک نوع میوه ببرید. او چه میوه ای را ببرد که کفایت از همه میوه ها بکنه؟ کسی نمیتونه مگر خیلی ماهر باشد و ویتامین ها و صلاحیت های میوه را بداند، میوه انتخاب کند که به قول مردکا سرشار از ویتامین باشد. لذا الله تعالی در این سوره مبارکه به ما آموزش داده کیفیت و نحوه سوال را و سوال را، به چه کیفیتی بخواهیم و چه چیزی بخواهیم. این خاطر اینو میگن تعلیم المسئله. الله تعالی آموزش داده است طریقه سوال را و سوال را. لحظا به این مناسبت سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. از بای بسم الله. حالا اینجا یک مسئله ای هست سروران گرامی، اشاره کنم بعد شروع کنم و تفسیر را هم به مطابق همین نام میکنیم که تعلیم المسئله هست. تفسیر این سوره هم به مناسبت همین نام و نشان میکنیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم چه حیثیتی دارد در ابتدای سوره فاتحه و در ابتدای سوره های دیگر، به جز یک سوره که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد 113 سوره بسم الله دارد. همه امت اجماع دارد. یاد شما باشد که بسم الله الرحمن الرحیم به استثناء سوره نمل که در آنجا بسم الله الرحمن الرحیم هست، او در او هیچ شکی نیست که او قسمتی از آیه هست. آیه مستقلی نیست، که قسمتی از آیه هست. باقی بسم الله الرحمن الرحیم که در ابتدای سوره هستند، این خودش یک آیه هست. برای فصل بین سوره ها آمده، همین یک آیه تکرار شده. مثل آیات زیادی هستند در قرآن تکرارند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر فبأی آلاء ربکما تکذبان. اونجا هر چند مرتبه در رحمان تکرار شده فبأی آلاء ربکما تکذبان، هر یکی یک آیه مستقل است، لیکن تکراره. بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه هست، تکرار شده در ابتدای سوره ها، جز سوره ها نیست. این امام ابو حنیفه و ائمه دیگر همین اعتقاد را دارند که بسم الله الرحمن الرحیم آیه‌ای هست تکرار شده در ابتدای سوره ها و جز سوره ها نیست. لذا فاتحه از الحمدلله شروع. حالا یک بحث حدیثی بسیار بزرگی و دلایلی هست که پیغمبر و شاریار و صدر اسلام بسم الله را سرن میخواندن و قرائت را از الحمدلله رب العالمین شروع میکردن. ما هم الان بسم الله میخوانیم. هر جا فاتحه خوانده شد بسم الله خوانده سنت است. هر جا چه در فرض چه در نفل فاتحه خوان و بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند به سنت است.
شما 4 رکعت فرض میخوانید 4 مرتبه فاتحه میخوانید باید بسم الله الرحمن الرحیم 4 مرتبه خوانده. خواندن بسم الله هر جایی که فاتحه خوانده شد سنت در هر رکعت. حالا ما پشت سر امام قرائت نمیخوانیم، فقط امام قرائت میخواند بسم الله بخواند. جایی که ما منفردیم یا امامی هم باید بسم الله الرحمن الرحیم را با الحمد بخوانیم، لیکن سر جهرا نیست. جهر از الحمدلله شروع شده. همه شخصی بسم الله الرحمن الرحیم را، من هیچ کسی را نشنیدم که بسم الله الرحمن الرحیم را جهرا بخواند. بدعت را ول. لذا بسم الله الرحمن الرحیم نزد حنفی ها و بسیاری از علمای دیگر جز نه فاتحه است نه سوره های دیگر، خودش یک آیه تکرار شده به جز سوره براءت که از صحابه یک بسم الله را که سند و اعتبارش را از پیغمبر نداشتن در ابتدای سوره توبه براءت اضافه نکردن. حالا چرا نکرده الا تا بیان شده اونجا انشاءالله اگر فرصتی بود بیان. خب باقی سوره ها را که وقتی ما با الحمد ضم میکنیم، حالا اونجا بسم الله الرحمن الرحیم نزد ما خواندنش سنت نیست. حالا ما قل هو الله شریف را با فاتحه وصل کردیم، معوذتین را وصل کردیم، یا سوره دیگر از سوره ها از سوره های بزرگ شروع کردیم از ابتدا خواندن را، بسم الله را با سوره وصل نیم. حالا ما با سوره فاتحه خواستیم که از ابتدای سوره بقره بخوانیم، تمامش را بخوانیم، مثلا شما حافظا 1 2 3 5 آیه بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم را نزد احناف وصل نیم. امام شافعی رحمه الله میگوید این بسم الله الرحمن الرحیم جز هر سوره. در آیه بودنش هیچ اختلافی، آیه تکراری شان میفرمایند که جز فاتحه و جز سوره های دیگره. هر که میخواهد این با فاتحه سوره را وصل کند بسم الله الرحمن الرحیم را هم باید با اون سوره بخواند. همینطور میخواهد. به هر حال این یک مسئله فقهی بین علماء و مجتهدین هست. من شمه ایراد کردم، بحث های بزرگ و طویل و عریض و اسناد و روایات و مدارس تو کتب حدیث و تو شرح این چیزها را نوشته کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی به ما آموزش داده که بگویی، لذا فی قرآن ها جزها نوشته چون تعلیم المسئله هست. الله تعالی به ما آموزش داده و لذا طبق این نام در ابتدا هر جمله لفظ قولو مقدر، لفظ قولو مقدر است. بگویی مسلمان ها به نام الله الرحمن الرحیم استعانت میگیرید. قول الله الرحمن الرحیم نستعینو، چون با استعانت با بسم الله برای استعانت و همش هم متعلق را میگه مؤخر کنید که برای حصر دلالت. فقط به نام الله الرحمن الرحیم ما استعانت میگیریم، میخوریم، میخوابیم، کار میکنیم، کسب میکنیم، حمل میکنیم، جنگ میکنیم، صلح میکنیم، همه کارهای زیبا و زیشان را باید با نام الله که دارای تمام صفات کمالیه، اللهی که از همه بیشتر بخشنده است. رحمان و رحیم دو صیغه مبالغه، هم رحمان هم رحیم. و وزن فعلان برای کثرت میاد، مثل سکرا، ندمان، کسی که خیلی مست باشه سکرانش میاد، خیلی پشیمان باشه بهش ندمان میاد. پس رحمان صیغه مبالغه یعنی کثیر الغفران. و رحیم بر وزن فعیل، این برای دوام می آید، مثل کریم، مثل سخی. کریم به کسی می گوید که احسان دوامی داشته باشد،
یا مثلا ظریف، هوشیار، این چیزی است که دوام دارد. به این خاطر الله تعالی دو صفت برای خودش ذکر کرد. یکی کثیر الغفران هست، خیلی بخشش دارد، و دائم الغفران. این بخشش الهی یک زمان نیست که یک سال زیاد ببخشد و بعد دیگه بخشش نداشته باشه، نه، هم کثیر الغفران هست و هم دائم الغفران. دو تا صیغه مبالغه به کار بود. شما به نام الله که دارای تمام این لفظ الله سروران گرامی یک بحث‌های علمی است. لفظ الله یک لفظ جامد هست یا مشترکه؟ بعضی میگن نه این لفظ جامده، علم لذات الواجب، نام برای آن ذاتی که بودنش واجب هست و نبودنش محاله و تمام صفات کمال در او هستن. وقت لفظ الله گفتی بر ذات خدا اطلاق میشه، بر غیر خدا این اطلاق کردن درست نیست بدون اضافه. اگر بگی عبدالله بگی، الله بخش بگی، درسته، ولی کسی را بگی الله بر غیر خدا اطلاق کردنش جایز نیست. همچنین لفظ رحمان این هم از اون اسمایی هست که بر غیر خدا بدون اضافت ذکر نمیشه. این اشتباهی که بعضی میگه رحمان، نه، مردم نام میگه رحمان، این درست نیست. عبدالرحمن باید بعضی فکر میکنه عبدالرحمن و عبدالرحیم بزرگ میشه، رحیمو کش میگن و رحمانو کش میگن کوچک میشه. این اشتباهه، نباید. باید عبدالرحمن بگن که با گفتن عبدالرحمن کوچکه، رحمان که الله هست، رحیم که الله هست. رحیم و رحمان گفتن درست نیست، رحیم شاید درست، بعضی از بدون اضافه. ولی این دوتا همچنین لفظ رب بدون اضافت بر غیر خدا اطلاق نمیشه. رب العالمین بگید، عبدالرب بگید، لیکن بدون اضافت بگید رب درست نیست. ها، رب الدار میگن، رب العباد، مالک السرا، مالک دار، مالک عباد، رب الدار، رب العباد، رب الشاد، رب البیت، رب المال. بدون اضافت درست نیست که کسی رو بگن رب المال میگن، رب نمیگن. بدون اضافت بر خالق اطلاق میشه. خب بگویید مسلمان ها به نام الله. چرا لفظ الله را، لفظ اسم را؟ بین خاطر بعضی ها گفتن که اسم به معنای مسما، به مسمای الله که همون ذات الله میشه. بینید الله اسمه و اسم به معنای مسما، به مسما یه الله که رحمان رحیم است. نستعین و استعانت میگید. و بعضی میگن نه، اسم به جای خودش هست و این در برابر کفار و مشرکین به مسلمان ها آموزش داده شد. به مسلمان ها آموزش داده شد که شما بسم الله الرحمن الرحیم بگید، خط بنویسید، کار بکنید، بلند بشید، بشینید. کفار بسم الله والعزی میگفتن، بسم الله والعزی. در مقابل آنها الله تعالی بگفت که شما بگید مسلمان ها بسم الله الرحمن الرحیم. عرب ها هم بسم الله هم میگفتن، بسمک اللهم هم میگفتن، بسمک اللهم. در نامه صلحنامه حدیبیه همین بسم الله الرحمن الرحیم را نگذاشتن، گفتن بنویس بسمک اللهم. الله تعالی به ما دستور داد در ابتدای فاتحه که تعلیم المسئله هست، بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بخشنده هست. الله تعالی در این
بسم الله الرحمن الرحیم دو صفت خود را تکرار کرد، یکی رحمان و یکی رحیم که دلالت به کثرت بخشش و به دوام بخشش دارد. باز این دو صفت را در فاتحه هم تکرار کرد، الرحمن الرحیم. چیه فلسفه و راز؟ انسان از یک انسان کنجوس و از یک انسان بخیل شاید 100 تومن هم بخواهد در این، از 100 تومن هیچ چیزی نیست، او حتی شاید دراز نکنه. بگویید به نام الله که از همه بیشتر بخشنده و از همه بیشتر عطا کننده علی الدوام هست. پس اینجا به ما مژده داد که شما استعانت و کمک و امداد از ذاتی میگیرید که بسیار بخشندگی دارد، بسیار مهربانی دارد، بخشنده و مهربان است. شما نعوذ بالله سر و کار شما با یک انسان بخیل و نادار و بی چیز نیست. اللهی که تمام صفات کمال در او هستند، هر چی کمالا در الله تعالی پیدا هست. خالق، مالک، رب، رؤوف، رحیم، ستار، غفار، تمام صفات های کمالی در او هستند. او با این همه صفات عالی که دارد بسیارم بخشنده است. شما نان میخواهید، آب میخواهید، صحت میخواهید، سلامتی میخواهید، رزق میخواهید، امداد میخواهید، کمک میخواهید، برای هر چیز میخواهید. او رحمان و رحیم است. انسان را بسیار وادار کرد. او با شما سر به سر نمیگیره که شما نماز نخواندید نان نمیدم، شما نماز نخواندید چشم شما را سالم نمیکنم. نه، او بسیار بخشنده است، نان هم میده، آب هم میده، صحت و سلامتی هم میده. بسیار دائم الرحمت هم، کثیر الرحمت و دائم الرحمت. الله تعالی باز در الحمدلله به ما دستور داد قولوا، بگویید که الحمدلله. باز این لفظ الله را آورد. همه حمدها به الله اختصاص دارد. این جمله سروران گرامی الحمدلله که در این جمله هم دعوا هست و هم دلیل هست. کامل ترین جمله به کار رفته. جمله بالاتر و محبوبتر از الحمدلله اگر می بود، الله تعالی کتابش را با اون کلمه شروع. حتی درباره این هم گفته شده است که الحمدلله فضیلت بیشتری دارد یا کلمه طیبه لا اله الا الله. بعضی برینند که الحمدلله فضیلت بیشتری دارد. اونجا نفی غیر الله شده، بعد برای خدا اثبات شده. اینجا از اول همه چیز برای خدا ثابت. و این جمله الحمدلله یک جمله خبریه هست یا انشائیه یا هر دو. در تفسیر جلالین توجیه داده است که هر دو باشد، هم جمله انشائیه باشد و هم جمله خبریه. الله تعالی خبر میداد بگید شما و به جهان خبر بکنید که همه حمدها به خدا اختصاص دارند. اینجا سروران گرامی الف لام الحمد شما خواندید. اونایی که طلبه هستن، حالا اونایی که طلبگی این صرف و نحو نخواندن، بعضی حرفهای اصطلاحی هیچ نشن، بله چیزی نیست. مطالبی که بیان میشه انشاءالله اونا میفهمند. این لفظ الف لام الحمد شما میدانید الف لام دو قسم دارد، تعریفی و اسمی. خب این تعریفی 4 قسم دارد: جنسی، استغراقی، عهد خارجی و عهد ذهنی. این الف لام چیه؟ بعضیا گفتن جنسیه، بعضیا گفتن استغراقیه. استغراقی باشد معنی تمام حمدها به خدا اختصاص دارد، و اگر جنسی باشد معنی جنس هم به خدا اختصاص دارد. اشکال وارد می شود در این توجیه که خب همه حمدها به خدا چطور اختصاص دارند؟
که پیغمبر را ما هم تعریف میکنیم، بندگان را هم تعریف میکنیم، از سخاوت و از جود و از بخشش و از مردانگی و از زیبایی و ظاهری و معنوی مخلوقات هم تعریف میشه. چطور میگه که همه حمدها به خدا اختصاص دارد؟ خدا خبر میده در حالی که دیگران هم حمد میشه. و اگر معنی انشاء بشه که یعنی شما پیدا کنید این اعتقاد را که الحمدلله است، باز هم اشکال وارد میشه که مخلوقات هم حمد میشه. خب این جواب دادن که بله، مخلوق هر خوبی داشته باشد، هر زیبایی داشته باشد، این خوبی و این زیبایی از الله، این توجیه کردن. لیکن مولانا حسین علی رحمه الله میفرماید که نه، باید آیه را معنی کرد که اشکال اصلا وارد نشه. پس الف لام الحمد برای چیه؟ میگه خب عهد ذهنی کی نیست، چون عهد ذهنی در حکم نکره غیر معروفه. پس این شد عهد خارجی. عهد خارجی به طرف یک چیز معهودی بشه. الله سبحانه و تعالی الف لام الحمد را الف لام معهودی کرد، یعنی اون حمدهایی که ای مشرکین شما برای معبودان خودتان بیان میکنید، حاجت روا و مشکل گشا و حاضر و ناظر و دافع البلا و این تعریفاتی که شما برای غیر خدا میکنید، اینها به الله اختصاص دارد. برای معبودان شما هیچ چیزی نیست. شما برای معبودان خودتون یک سری حمدهایی دارید، لہذا اون حمدها برای معبودان شما نیستند، بلکه اون حمدها به خدا اختصاص دارند. حاضر و ناظر الله است، حاجت روا الله است، مشکل گشا الله است، برکت دهنده الله است، قادر مطلق الله است، بیچون و چرا الله است. شما همه چرا دارید و حتی نبی هم چرا دارد. وقتی خدا میگه لم تحرم ما احل الله لك، چرا ندارد؟ الله چرا ندارد؟ نبی دعایی میکند، خدا میگه چرا دعا کردی؟ انه لیس من اهله ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، با من حرف نزنی درباره ظالمین. بیچون و چرا الله مثل ندارد، چرا هم ندارد، بیچون و بیچرا. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. شما گرفتید که نه اینها مطاعن، کجا مطاعن؟ اینها مطیعن. تمام اون صفاتی که مشرکین برای معبودان خود بیان میکردن، الله تعالی میگه اونها هیچ صفتی ندارن، همه اون صفات به خدا اختصاص دارن. اون صفاتی که شما برای معبودان بیان میکنید، اون صفات اختصاصی الله. چرا این صفات به خدا اختصاص دارن؟ به خاطر اینکه اون واجب الوجود و مستجمع جمیع صفات کمال، هم دعوا هست و هم دلیل است. چرا لفظ الله مصداقش همینه. الله به اون ذات میگن که بودنش لازمی، نبودنش محال. واجب الوجود معنیش اینه و دارای تمام صفات کمال. الله نام است برای اون ذات. همینجا ببینید دعوا شد و هم دلیله. همه حمدها به الله اختصاص دارن. برای چی؟ او دارای تمام صفات. هر صفت کمالی باشد در خدا یافت میشه. قادر، مقتدر، ملک، مالک و من جمله الله تعالی 4 صفت به اضافه اینجا ذکر. یکی رب العالمین، یکی الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. هر لفظ خود الله کفایت میکرد و با ذکر این صفات 4گانه که رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین اشاره کرد که بله الله همون ذات را میگن که او رب العالمین هست، همه عالمیان را اختیاردار هست، مالک هست، مالک و اختیاردار تمام عالمیان است. لفظ عالمین
این جمع عالم هست. عالم به چی چیز میگن؟ عالم به هر آن چیز میگن که دلیل خالقیت خدا. دو عالم بزرگ، عالم انس و عالم جن. کوه یک عالمیه، همه حشرات با انواع و اقسامش، هر یک حشره یک عالمیه. حیوانات هر یک نوع صنفش یک عالمیه. تو اینها همه دلیل خالقیت خدا هستن، همه دلیل مالکیت خدا هستن. عالم به این خاطر میگن. خب اینجا به صورت الف با یا و نون و واو و نون جمع شده، عالمین، عالمون، به خاطر غلبه ذوی العقول بر غیر ذوی العقول. الله تعالی جن و انس و ملک را که مخلوقات صاحب عقل خدا هستند بر اون مخلوقاتی که صاحب عقلیت ترجیح داد. او اختیاردار همه عالمیان است. رب معنی اختیاردار، مختار، و او مالک همه عالمیان است. همه عالمیان به استثناء ذات الله اینها مملوکن، اون مالکه. اینها تحت اختیار خدا است، اون مختاره. خب هر کس هر جا مالکیتی دارد، هر جا اختیاری دارد، پس اونجا تصرفات دارد. نه میرساند منافع را و مضرات را دور میکند که معنای لازم به اصطلاح پرورش دهندهش می. شما مالک سرا هستید که اونجا منافعی میرسانید. شما مالک این زمین هستید که از او استفاده میکنید و به اون زمین منافع میرسانید. منافع زمین چیه؟ کود، حشم، آب، حفاظت از دام و ددهای. این همه شما اونجا اختیاراتی در زمین داشته باشید، این منافع را به زمین میرسانید تا اون زمین وظیفه خود را انجام بده. مضرات را تو دور میکنید. سیلی میخواهد بیاد این زمین را از بین ببره، شما اون سیل را انحراف میدید، نمیدید که زمین را نبره، صد میانداز، سنگی و خاری برای زمین ضررده است، اینه دور میکنید. تو لذا این الحمدلله شد چرا او رب عالمین هست، به همه عالمیان منفعت میرساند و مضرات را دانها دور میکند. این معنای لازم مالک و معنای لازم مختار، مالک و اختیار دار. اینجا یک اعتراض علمی میشه که لفظ جلاله الله، این لفظ جلاله الله عارف معارف هست و رب صیغه صفت مضاف شده. وقتی صیغه های صفات مضاف بشه معرفه نمیشه. ضارب و زیده، لذا چطور توانست صفت بشه برای لفظ جلاله که عارف معارف؟ اشکالی وارد شد. به این خاطر سروران گرامی قبلا ما عرض کردیم و الان هم عرض میکنم که صفاتی که در موصوف منحصر است در غیر موصوف یافت نمیشه. ساده بگیم صفاتی که فقط به یک موصوف اختصاص دارند اونها در حکم معرفت هست. رب العالمین بر غیر خدا اطلاق نمیشه که شما شبهه کنید. این هم صفتیه که به الله اختصاص دارد. پس این صفات در حکم معرفت هستند و میتوانند. شما یاد شما باشد من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب اونجا این صفات چون غیر خدا غافر ذنب نیست، غیر خدا قابل توب نیست، غیر خدا عزیز نیست، غیر خدا علیم نیست. این خاطر اینها برای لفظ الله میتونه صفت بشه. همین رب العالمین بر غیر خدا اطلاق میشه. وقتی یک کسی بگه رب العالمین فکر نکنم در دنیا احمقی باشد که بگوید رب العالمین. بعضیا
میگن بیمه نمیدانم ابوالفضل یا بیمه فلانه، بعضی میگن نه بیمه رب العالمین، اونی که اختیاردار عالمیان، اونی که پرورنده عالمیان هست، این در بیمه او و در زمان او. بیمه به معنی زمان ها مولا جلاله. بیمه یعنی چی؟ بیمه زبان شاید از دیگر جای ما اینه گرفتی، لفظ عربی که نیست بیمه، لفظ فارسی هم شاید نباشد بیمه، این از جای دیگر ما گرفتی. بیمه تقریبا معنیش همین زمان. خب بیمه همین مفهوم را میده. شما موتور شما را بیمه میکنن یعنی هر خساره بر وارد شما جبران میکنن. معنی بیمه همینه دیگه، نه؟ ماشینی را که بیمه میکنن، موتوری را که بیمه میکنن، مردم خود را بیمه میکنن، برای چی؟ که وقتی مشکلاتی بر ما وارد شد بعد اداره بیمه و اداره زمان این تمام نقصانات رو جبران کنه. همین هست که دیگه مفهومی داره، همین هست. حتی بچه های ما را با 600 تومن بیمه میکنن و تا الان 1 قران هم ندادن. عجیبه این هم. الان ما ندیدیم اینها رسیدگی کنه یا ما شنیده باشیم که فلان بچه به مشکلی گیر کرد، اداره بیمه به خاطر 600 تومن تمام مشکلات اسلام متحمل شده. هرگز نمیشن. بله خب راهش هست بیمه، هر بچه 600 تومن ماشاءالله چقدر جمع میشه؟ فقط همین حقوق سالی نجمع میشه. بیمه رب العالمین همه حمده ها اختصاص دارن که شما برای معبودان خود بیان میکنین، نه به الله اختصاص دارن. چرا؟ او رب العالمین همه عالمیان را او میدهد و پرورش میدهد. پرورش یعنی چه؟ منافع را تدریجاً به آنها میرساند تا آنها به حد کمال برسند و مضرات را از آنها دور میکند تا آنها به حد کمال. و رب پرورش دهنده معنیش همینه، منافع را میرساند و مضرات را دور میکند. این هم تدریجیه، به تدریج منافع را به او میرساند، مضرات را دور میکند. او طفل لم یدره میشود علامه زمان، او میشه جناب معمار، جناب مفتی، جناب قاضی. این خدا هست که منافع را میرساند و مضرات را دور میکند تا به حد کمال هر کسی مطابق شان خودش به کمال برسه. همین انسان نگاه کن چطور الله تعالی ربوبیت دارد، در شکم مادر هم ربوبیت دارد. نطفه را علقه میکنه، علقه را مضغه، مضغه را عظام، فتصون العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد از شکم مادر که میاد الله تعالی چه منافعی بهش میرساند. این گوش نمیتواند بخورد، این روغن نمیتونه هضم کنه، لذا 2 شیر نه یکی، که اگر یکی بھی مشکلی گیر کرد با یکی او استفاده کنه. 2 شیر فواره کننده سبحان الله. اگر این پستانها را الله تعالی در پشت میکرد، این مادر چطور میتواند سینه بده؟ مگر همیشه یکی می آمد و پشت و دهن وصل میکرد و نگاه میداشت تا استفاده کنه، نصف شب کی را بیدار کنه و کسی را که نداره چکار کنه؟ الله تعالی جای اینها را گذاشته که نه مادر اذیت بشه و نه فرزند اذیت بشه. اگر خالق اینه پشت سر میگذاشت چقدر مشکل میشد. برای شیر دادن هر بچه کم از کم 1 نفری باید مامور میشد که چه لحظه او گریه میکند و شیر میخواهد تا کسی نه بردارد و به پشت دهنش وصل میکند. این خالق مقتدر چقدر ربوبیت دارد. در گذاشتن هیچ مشکلی نگذاشت، همه منافع را برای مخلوق فراهم کرده، مضرات را دور کرده تا تدریجاً اینها را به کمال برساند. رب پرورش دهنده معنیش همین، منافع میرساند، مضرات را دور میکند تا تدریجاً این به حد کمال برسد. یک بوته زعفران را نگاه کنید،
چطور الله تعالی به کمالش میرسانه؟ دفعتی نیست، تدریجی. یک دانه تخم خربزه را نگاه کنید، الله تعالی چطور تدریجا اینه به کمال میرسانه. روز اول چیزی بسیار ناچیزه و کم 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 ماشاءالله بزرگ میشه، شاخه میکشه و چنان خربزه را پرورش هندوانه 30 کیلو، 50 کیلو، 35 کیلو دوری هم درست شده. خربزه ها کذا، چقدر خربزه های بزرگ. این خدا هست که از کجا به کجا میرسانه، اون هم تدریجی، یواش یواش یواش، دفعتی هیچی نیست. چون الله تعالی ما را از این نظام میخواهد تربیت کند که شما تدریجا به پای حساب میایید. فوری از شکم مادر بیرون شید و بیایید پای حساب نه. 50 60 70 80 90 سال فرصت میده تا به پای حساب میبره. الله تعالی آسان بگیره. الرحمن الرحیم. بعد این صفت ذکر کرد که اون تقریراتی که من کردم میگه که اشاره است مراد وصف مشهور از لفظ الله یعنی خالق، مثل این که میگن لکل فرعون موسی، به قسمت اول اشاره شد یعنی خالقیت. رب العالمین به قسمت ثانی اشاره شد که ربوبیت. و الرحمن الرحیم به قسمت سوم که این رب العالمین حاکمیت و مدیریت دنیا را به خودش اختصاص داده. چرا؟ او بسیار بخشنده و مهربان. چون بخشنده و مهربان است دشمنان خود را فوری نمیگیره. رحمانه در دنیا. بوش هم نان میده و محمد رسول الله را هم نان میده. ابو جهل را هم پرورش میده، صدیق اکبر را هم پرورش میده. او رحیمه که روز قیامت رحمت برای مؤمنین. الرحمن معنیش کثیر الغفران. این کثیر الغفران در دنیا هست، همه را میده، همه را منفعت میرسانه. گویا شبه وارد بود چرا این همه عالمیان را پرورش میدهد؟ چون الرحمانی بسیار کثیر البخشش هست که همه را پرورش میده. بوش پرورش میده، ابو جهل پرورش میده، فرعون پرورش میده، در برابر پیغمبران اون قرار گرفته. حق او را قبول ندارند به این خاطر که بسیار بخشنده است. لیکن این بخشش او تا قیامت دوام ندارد. رحیم است برای مؤمنین. قضای قیامت بخششش برای مؤمنین دوام دارد. بخشش الهی، مهربانی الهی برای مؤمنین در قیامت دوام دارد. دیگر الى لا نهایت، الى غیر نهایت، به نهایتی نمیرسه. دائم الرحمت هست. اشاره به قسمت چهارم شده مالک یوم الدین. او مالک روز جزا، مالک روز جزا. چرا؟ این تردید یهود و نصارا را و مشرکین دیگری را در دنیا کرد. یهود و نصارا اختیاردار آخرت عزیر را معرفی کردند و نصارا عیسی ابن مریم را و مشرکین فرشتگان را و ابراهیم علیه السلام را. الی یومنا هر کسی یکی را برای خودش پشتیبان برای روز قیامت تصور میکند یا نه؟ هر یکی را برای خودش پشتیبان، شفیع، مالک، اختیاردار در دنیا و آخرت تصور میکند. لیکن در آخرت هر کافر و مشرکی برای خودش یکی را مالک و شافع و پشتیبان و پارتی تصور کرده است. الله تعالی در تردید تمام این اعتقادات باطل فرمود که مالک روز جزا الله.
آیا در دنیا مگم الله تعالی مالکیت دارد؟ چرا گفت مالک یوم جزا؟ بین خاطر در دنیا بوش الان به زبان خودش و به فکر پوچ خودش او فکر میکند که من مالک امریکا هستم و جزایر و تا جای قدرت نمایی میکند که آمده در اینجا افغانستان خود را مالک میداند، در عراق خود را مالک میداند، هنوز خوابها میبیند که جای دیگر هم بره خود را مالک بداند و اختیاردار بداند. ظاهرا نوعی اختیاراتی خدا به مخلوق در این کره خاکی داده. یک مدیر مدرسه خود را مالک و اختیاردار مدرسه میداند، یک امام مسجد خود را اختیاردار مسجد میداند، یک کت خود را اختیاردار اون روستا میداند. لیکن الله سبحانه و تعالی فرموده که ما روز قیامت هیچ نوع مالکیتی ولا هم عارضی به هیچ کس نمیده. اونجا اعلان میکنند لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. به هیچ احدی الله تعالی مالکیت نمیده روز قیامت، ولو در همین حدی که الان داده. اینجا به ما اختیار داده به هر یکی از ما که یک پا بلند کنیم. خب اینه که گذاشتیم پای دیگر بلند کنیم. اینقدر اختیار که به ما داده. اختیارات زمین ذللنا علیه. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت انعاما فهم لها مالکون. و این انسان ها نگاه نمی کنم من چقدر احسان کردم، من برای اینها دامه ها خلق کرده، اینها مالک اون دامن، سرش ببرن و میبرن، بفروشن میفروشن، پرورش بدم پرورش میدم، هر بلای به سرش بیاره اینها مالک هم او هست، اختیاردار او هست. ساعت یک شب بلند شه بره را سر ببره برای سحری درست کنه، مهمان آمده خودش نیاز گوش پیدا کرده، این مالک اختیارداره، کسی جلوش میگیره؟ هرگز کسی جلو گیرنده نیست، مانع نیست. در دنیا الله تعالی میگه من شما را اختیاردار دامه ها کردم. گوسفند از تو اطاعت میکنه، بز و بزغال از تو اطاعت میکنه، تو کار گرفتی و آسین زدی بالا و سر میبری. منم این اختیار را به تو دادم. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. لیکن قیامت هیچ اختیاری نداری. لمن الملک اليوم، هیچ احدی نیست. لله الواحد القهار جواب میده که بله ملک اختیارات کامل. بین خاطر فرمود مالک یوم الدین هست. نه عزیر اونجا مالکیتی دارد، نه عیسی ابن مریم مالکیتی دارد، نه ابراهیم مالکیتی دارد، نه جبرائیل و میکائیل، نه محمد رسول الله. او مالک روز جزا هست. ولی لحاظا گفت شما روبرو به با مالک روز جزا هستید. زیاد نترسید که رحمان و رحیم دو صفات کمالی رب العالمین در بسم الله الرحمن الرحیم این دو صفت را تکرار کرد که شما ای بنده های گناهگار و مجرم و جنایتکارها اگر تائب شدید برگشتید سرکار شما با ذات کثیر الغفران و با ذات دائم الغفران. چقدر الله تعالی مجد دارد. امیر الله تعالی به چی طرفی بخشندگی دارد. میگه چه بلای شما را زده که آستان به آستانید و در به درید و خاک بسترید. آیا ذاتی که کثیر الغفران هست، دائم الغفران هست، بسیار بخشندگی دارد و همیشه این بخشندگی را دارد. ساعت یک شب بیایی تماس بگیرید و جواب میده، چون بخشنده و مهربان است. هر لحظه شما از او استعانت بگیرید، لحظه او به فریاد شما رسیدگی میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، به شرطی که شما بگید. خب تا اینجا القاب الهی ذکر شدن، لفظ الله که جامع تمام صفات کمال، اون نام اون ذات است، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بگویید این القاب الهی بیان شد. وقتی ببینید هر کسی
جای تماسی میگیره مقدمات دارد در پیش خواستن. حالا یک متصدی مسجد میره پیش فیتی میگه کار مسجد تا آنجا تمام شده، الان مانده برای در و پنجره، برای شیشه، رنگ، زمستان آمده است، حسیر هم ندارد. لذا شما کرم نوازی بفرمایید، خدا از این مالی که در اختیار شما داده غربی عنایتی بکنید. این همه مقدمات هنی. حقیقت اگر از اول بگه که غرب بده، مگه امکان دارد؟ قبل از خواستن غرب، قبل از خواستن بخشش، اون مقتضیات را بیان میکنه. الله تعالی قبل از اینکه به ما دستور بده که از من بخواهید آن چیز بسیار مهم را، القاب زیبای خود را بیان کرده. شما هم میخواید نامه به ریاست جمهور بنویسید، همینجا مینویسید که برق ندارید، تا بنویسید که پیشگاه اعلی حضرت همایون خان ننوشتنی، به پیشگاه اعلی حضرت میگفتن، خدایی صفت برایش بیان میکردن برای اون تاغوت. به پیشگاه اعلی حضرت شاهنشاه آریا مهر. و شما دیگه مینویسید، میرید یک شخصی که سلیقه دارد چه القابی را باید ذکر کند که رئیس جمهور و رهبر و غیره خوشنود بشن از اون القاب، و بعد حاجت خود را مطرح میکنید. شاید نصف سفر القاب و سرنامه شما ببرد و بعد به مقصد شما 100,000 تومان فرو باشد. به این خاطر این القاب الهی بیان شدن تا مالک یوم الدین. خب اینا بگوید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اکنون 2 مرتبه دستور آمد قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بگویید، این بیان نسبت. یک مولای میگه غلام حلقه به گوش شما چنین عرض دارد. یک آمد من چنین خواب دیدم. الله تعالی میگه همه بگید بعد از ذکر القاب ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط ذات عظیم تو را عبادت می کنیم. و برای این عبادت که اظهار کردیم که فقط ذات عظیم تو را عبادت می کنیم، از خودمان هیچ قدرتی برای عبادت تو نداریم، فقط از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم. من قدرت نداریم، توان نداریم، از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم که توفیق عبادت را به ما عنایت بفرمایی. ما از خود ما قدرت نداریم که تو را سجده کنیم، تو را بخوانیم، برای تو همه چیز را پیدا کنیم، لیکن با استعانت تو همه آسان می شود. اگر تو دست ما را گرفتی، تو اگر به ما توفیق دادی، تو ما را کمک کردی، عشق خودت را در وجود ما دمیدی، شاید ما بتوانیم بین خاطر ایاک نستعین، فقط و فقط از ذات عظیم تو استعانت می خواهیم. برای همین عبادت که اعتراف می کنیم، فقط تو را عبادت می کنیم. چرا؟ فرق شرک و توحید روی همین یک فقطه. ایاکا مفعوله و در اصل بوده نعبدک و نستعینک. حالا این مفعول را آورده مقدم کردم برای حصر، برای ادای مطلب فقط تو را عبادت می. مشرکان خدا را عبادت می کرنی؟ مشرک هم خدا را عبادت می کرد و هم دوستان خدا را عبادت می کرد.
هم خدا را سجده میکرد، هم مجسمه لات و هبل را سجده میکرد. الله تعالی به ما سبق داد، به ما درس داد، به ما تعلیم داد که بگویید فقط تو را عبادت میکنیم. عبادت چیه سروران گرامی؟ عبادت سروران گرامی در لغت عرب به معنی تذلل و عاجزی. به معنی چیه؟ تذلل و عاجزی. این معنی عبادت در اصطلاح شریعت یعنی در اصطلاح شریعت هر آن قولی و فعلی و عملی، هر آن قولی و فعلی و عملی، فعلی و عملیات تفسیری دیگه چیزی نیست، که با این اعتقاد انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و علم هست که با آن قدرت و علم میتواند نفع و ضرر برساند. هر آن قول و هر آن فعل و عمل که با این عقیده انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و علمی هست و یک سلطه‌ای هست که با علم و قدرتش ما فوق اسباب میتواند نفع و ضرر برساند. این تمام عبادته. هر قول و هر آن فعل و عملی که با این اعتقاد انجام بگیرد که معبود دارای یک قدرت و یک علمی است که ما فوق الاسباب با اون قدرت و علم دارای نفع و قدرت نفع رسانی و ضرر رسانی را دارد، این را میگویند عبادت. حالا قولی باشد، فعلی باشد. اینا مثلا حالا ساده ما تعبیر کنیم که شما بفهمید. این تعریف را ابن تیمیه کرده رحمه الله تعالی و یک تعریف ساده. عبادت تشکیل شده از اون سخنان زیبا و القابهای زیبا که زبان میگوید، حمد و ستایش‌هایی که زبان میگوید یا بدن انجام میده یا با مال انسان خدا را عبادت میکند که مال را به نام او میکشد، مال را به نام او فدا میکند، فنا میکند، جان را به نام او فدا میکند. اینها همه عبادت هست. ساده تر از این هم تعبیر کنیم، زبانی، بدنی، مالی، تحت این عقیده انجام بگیرند که الله تعالی از این حرفهای من، از این سخنان من یا از این عمل من او خوش میشه، به من منفعت میرسانه در دنیا و آخرت، یا از این قول و فعل من او ناراحت میشه و به من عذاب میده. اینها همه عبادت هست. تحت این عقیده شما دست از منکر میکشید، این دست کشیدن از منکر هم عبادت، چون الله ناراض میشه در دزدی، در خیانت، او دست از دزدی و خیانت میکشه. همین کشیدن و از گناه باز آمدن همه چیز در اختیاره. او دست نمیزند که خدا میبیند و خدا قادره که من در دنیا آخرت بگیره. با این عقیده دست از مال مردم میکشه. میشه عبادت؟ این عبادت میشه. او با دست خودش خدمتی میرساند به این عقیده که خالق من میبیند، قادره و بر این نفع رسانی من ثواب میده. همین کمک کردن با یک مستضعف این هم برای ثواب. پس عبادت فقط تو را میکنی. حالا من ساده در میدانهای سخنرانی گاگای میگم عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شد. عبادت یعنی که گوش به فرمان خدا شد. چه از نوع اوامرن، نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج کنید، زکات بدید، صدقات داشته باشید، نماز بخوانید، ذکر کنید، تلاوت کنید، اینها همه اوامر الهی. همه اینها را اطاعت کردن این گوش به فرمان خدا شد. زنا نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، دزدی نکنید،
فخر نکنید با زبان و با دل. ترک اینها عبادت. یک آقای قدرت بر دزدی داره، هیچ احدی نیست و یک مزرعه پر از خربزه در تاریکی شب در اختیار می‌افتد. او میتواند 2 تن خربزه بار بزنه و کسی هم خبر نباشد. او به خاطر که خدا آگاه است و بصیر است ترک این عمل میکنه، به اشتباه میرسه بدون کوچکترین معنی. دسترسی نعوذ بالله به کار بد دارد، او از ترک خدا دست میکشه. این چقدر عبادت داره، خیلی عبادت داره. همین ترک گناه، ترک عملی که خدا قوله. غیبت را ترک میده که خدا ناراض میشه، تهمت را ترک میزند که خدا ناراض میشه. این گوشت و فراسو خدا گفته تهمت نزنی، غیبت نکنی. اینها همه ثوابند و اینها همه عبادت است. و از ترک گناه ها که عبادت بسیار بزرگیه چنان انعامات میرسه که شاید از اطاعت هم نرسه. یوسف صدیق با گفتن معاذ الله انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون چه مقام بزرگی کسب کرد و صبر کرد. آخر کار در محضر تمام وزرای مصر و ملک مصر یوسف پاکدامن تبرئه شد و رئیس این فتنه ها اعلان پاکی یوسف را کرد که الان حقق الحق انا راودته و انه لمن الصادقین. ترک معصیت، این همه انعامات رسید، این همه شان یوسف والا رفت که یوسف گناه نکرد. ترک معصیت حتی انسان را به دنیا و آخرت به عزت میرسد. قصه معروف که یک شخصی میخواد طالب علم واقعی را آزمایش کند. دختر خوبی را آراسته کرد و به حجره کوچلوی قدیم درست میکرده، این قدری دهنی مثل موش توش میرفته. پیش اون طالب که داشت مطالعه میکرد فرستاد و خودش آماده باش تا به محضی که او دست دراز کند و خیانت کند به جانش بیفته و کارش تمام. این وقتی دید اینجا دختری آراسته آمد توی حجره او، دیگه هیچ کسی بود. الله نفس هم در کمینه، نفس تا او را تحریک میکرد این دست خود را بر اون فتیله چراغ می‌گذاشت. دست که بسوزه دیگه دست درس میکنه، دیگه مسئله تحریک نمیشه. او بر هر یکی از این انگشتهای خودش 1 مرتبه فتیله چراغ را می‌گذاشت تا نفس او را تحریک میکرد و دست روی فتیله چراغ می‌گذاشت. خلاصه انگشتها سوختند ولی لحاظا اون مرد این از پاک شد در دنیا. فردا این کت خدای ده بود، دختر هم مال او بود. او میخواست امتحان کند طالب ده را که واقعا پاک دامونه یا بیه خدا کسی را از من شما به امتحان نبرد. امتحان سخت سروران گرامی. دختر کت خدای ده اون هم لباس پوشیده و آمده است. او بیچاره انگشتهای خود را سوخت تا خیانت از اون نشه. خلاصا فردا هم این کت خدای ده دعوت کرد همه مردم و عقد این دختر را با اون طالب خواند و این دختر را دستور داد که انگشتهایش سوخته تو برو نان به دهنش. این یک معرکه در دارالعلوم دیوبند شنیده شده است که ترک گناه بزرگترین عبادت. طالبی بود از مسیر خیابان می‌گذشت، دری باز شد،
و گفتم بیا اینجا مریض سخت مریض بیا دمش کن، در جان کندنه، کلمه بخوانید به اصطلاح. و بیچاره به نیت رفت، تا اونجا رفت درها را بستند و لخت کردید زمین، با قیافه وارد شد. این طالب علم خدا پرستی بود، دانست که این به خاطر این چهره من فریفته شده، چهره شاید قشنگی داشت. گفت خب به من اجازه بدی من دستشویی میدم. رفت داخل دستشویی و مقداری از اون کثافت‌های دستشویی بر چهره خود مالید، بر لباسهای شسته و استری شده خود مالید و دستهای خود را هم کثیف کرد و آمد بیرون. کاملا بزرگان شد خبیث نجس پلید. بله اون پلید به خاطر این زیبایی چهره و لباس فریفته شده بود. او گفت درون تو فکر نکردی که چقدر نجاست داره، این نجاست مال درون من و توه. به خاطر این ظاهرو اون همه نجاست های گناه را تحمل کردن زیبا نبود. با یک سرفندی میگه این بنده خدا را بیرون کردن و انداختن. اول که محاصرش کردن مثل زلیخا، اینه بیرون کردن، نزافت خلاصه نزافت خود را کرد و خدا در جایزه ترک این گناه به او عطری داده بود که وقتی می آمد سر کلاس تمام کلاس موثر بود. این البته شنیده شده است، دیده نشده است، ولی حقا اینها نمونه هایی که در ترک گناه عبادت بزرگ است. پس ایاک نعبد گوش به فرمان تویی، نماز روزه حج زکات اینها اوامرند، در فعل و در ترک فعل فقط از تو اطاعت بود. و همینه که حضرت نوح علیه السلام فرمود انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا. من که به اطاعت تو اینها را میخواندم، اینها من نافرمانی کردن، در مقابل اتباع کردن من لا کسی را اتباع کردن و اتبعوا من لا یزده ماله و ولده الا خسارا. چنان سردمدارانی را گوش به فرمان شدن که مال و ولد آنها هیچ سودی برای اینها جز خساره نداشت. من نافرمانی کردن در امر و نهی تو که من مطاع تو بودم و به امر و نهی آنها را دعوت می کردن و در مقابل من از اونها اتباع کردن. پس عبادت را من معنی می کنم ایاک نعبد، فقط تو را بندگی می کنیم، یعنی فقط و فقط گوش به فرمان تویی. این لحظه نماز، این لحظه زکات، این لحظه اوش چشم، این گناه را نکن، این گناه را نکن، چشم. هم در فعل از تو اطاعت میکنیم و هم از ترک از تو اطاعت میکنیم، گوش به فرمان توییم. و برای این اطاعت ایاک نستعین، فقط از ذات عظیم تو استعانتی. من به شما میگم الان تبلیغی به نحوه تبلیغ، آیا پیغمبر علیه السلام این فاتحه را در نماز میخواند؟ خب پیغمبر نمیخواند. پیغمبر نمیگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط ذات تو را بندگی میکنم، یعنی گوش به فرمان تو هم در امر و نهی. و آیا فاطمه تو فقط از ذات تو استعانت میخواد. فاطمه تو زهرا همین فاتحه را نمیخواد، حضرت علی همین فاتحه را نمیخواد، امام رضا همین فاتحه را نمیخواد، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه رحمتا واسعتا، همه بندگان خدا این فاتحه را نمیخواندند، با خدا تعهد نمیکردند که فقط تو را بندگی میکنیم و فقط از تو استعانت برای بندگی میگیریم.
ما فوق الاسباب از کسی دیگر استعانت نمیگیریم. چرا این ما فوق اسباب گفتم؟ چرا ما تحت اسباب استعانت و کمک از یک دیگر گرفتن این خلاف توحید و شان خدا نیست. انبیا هم تحت اسباب از یک دیگر کمک گرفتن. من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. صحابه را که داشتن به کوه فرار می‌کردن پیغمبر صدا زد ای صحابه من، ای اصحاب من، اصحاب حنین، کجا داری فرار میکنید بدری ها؟ بله این ندای پیغمبر تحت اسباب بود یا مافوق اسباب بود؟ و رسول یدعوکم فی اخراکم. شما را پیغمبر صدا میزد از پشت سر. اون خود پیغمبر مستقیم نبود، به واسطه صحابی را دستور داد که صدا بزن اینها را شیطان فریب داد که ان محمدن قد قتل. شیطان این ندا را پخش کرد، صحابه حواس باخته شد که الان ما دیگه چرا بجنگیم و بمینیم، فرار کنیم بریم توی کوه احد، به قسمت اون کوه بزرگ احد. اون طرفی که مشرکین بودن ابتدای کوه بود، این طرفی که رب صحابه شد و فرار کرده استصعدون ولا تلوون، همون کوه بزرگ احد روبروی صحابه بود. خب الان که نسبت خود را با خدای کریم بیان کرد که ما بنده ایم و مستعین، تو هستی معبود بر حق و مستعان. دیگه ما نسبتی نداری نه؟ ما نادار و ناتوان، تو دارا و توانمند و نیرومند و مستعان. این دیگه نسبت ما با خدا. همه ما بنده ایم، نبی هم بنده است، ولی هم بنده است. چرا؟ که نبی و ولی هم میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینه به من نبی آموزش داد و در هر رکعت پیغمبر نمیگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب الان چی میخواهی؟ القاب خدایی بیان شدن و لحاظا نسبت هم بیان شد. مسئله شما چی؟ چه چیز میخواهی؟ الله تعالی میگه بگویید اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط، این مسئله ما، این مسئول ما هست. مسئول یعنی خواسته ما. چیزی که ما از خدا بخواهیم بعد از اینکه القاب او را بیان کردیم، نسبت او را با خالق بیان کردیم، الان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم مقصود ما. بگید بندگان نادان که هدایت بده ما را به صراط مستقیم. هدایت آن چیزیه که خدا وقتی کسی را هدایت داد همه چیز بهش میرسه. و جنت در بسته، جنت با تمام نعمتها گیر نمیاد، جنت در بسته گیر میاد. ایاک اهدنا الصراط المستقیم. پس کلید را خدا میگه از من بخواهید. کلید جنت هدایت هست. هدایت را از من بخواهید. هدایت بفرما ما را به صراط مستقیم. اینجا اشکالی وارد میشه. تعلیم درخواست بعد از ذکر القاب و بعد از بیان نسبت. تعلیم درخواست. خب صراط المستقیم ما را رهبری بفرما. این صراط المستقیم این موصوف و صفت مبدل منه هست. صراط الذین بدله. این الصراط المستقیم موصوف با صفت مبدل منه. صراط الذین انعمت علیهم بدل کل. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این تأکید در اون بدل کل ایجابیه، این به اصطلاح بدل سلبی.
خب اشکال وارد میشه که اهدنا الصراط المستقیم یعنی به ما راه نشان رهنمایی کن ما را به الصراط المستقیم، هدایت کن ما را به صراط مستقیم. خب این که از بسم الله الرحمن الرحیم خوانده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین تا ایاک نستعین رسیده، این که دیگه هدایت شده به صراط مستقیم، تحصیل حاصله. از بسم الله شروع کرده تا نستعین رسیده، این هدایته. الان طلب هدایت تحصیل حاصله، چیزی که حاصل از شما میخواهی. بی خاطر سروران گرامی جواب دادن که هدایت بدو قسم هست. هدایت به معنای ارات الطریق، اونهایی که کتاب خواندن میدانن. هدایت به معنای ایصال للمطلوب. یک مثالی من میدم همه شما میفهمید. ارات الطریق با ایصال للمطلوب، من مسجد عزیزی را ندیدم، به گاراژ پایین شدم، گاراژ ترمینال، و میخوام مسجد عزیزی برم. حالا یکی میگه که این خیابان را از اینجا بر مستقیم برو، اون آخر که خیابان دید پلکه ره، پلکه اول نه پلکه بعدی، اون پلکه همون خیابان این طرفی را ببر یک چهارراه بزرگ میاد، از اون بگذر چهارراه دیگه میاد، یک خیابان بزرگیه، چهارراه میاد، چهارراه دوم، باز این چهارراه را بردار، از چهارراه اول گذشتی بگذر، از چهارراه دوم هم بگذر، از چهارراه بعدی که رسیدی چهارراه چکنمه. بپرس این چهارراه کیه؟ میگه چهارراه چکنمه. چه کنم؟ این چهارراه چه کنم؟ اونجا بپرس که مسجد عزیزی کجا، بهت حتما نشان میده. خب این شد اراءت الطریق، به من شما راه را نشان دادی. یکی از ایصال للمطلوب، من راه را بلد نیستم به مسجد عزیزی برم، حضرت حافظ صاحب من سوار میکنه به ماشین خودش، از هر مسیری که رفت به سلامتی میره از اون کوچه باریک رو بروی مسجد، جلوی مسجد عزیزیه، ایست میده بابا همین مسجد عزیزی همین. اینه میگن ایصال للمطلوب. در اراءت الطریق لازم نیست که این شخص به همون مقصد اصلی برسه، شاید اشتباه کنه، به جای چهارراه اولی یک کوچه را چهارراه حساب بکنه، بپیچه و مستقیم بره و سرش به کریم آباد بیفته. اونجا که به کریم آباد رفت میپرسه مسجد عزیزی کجا، گفت بنده خدا مسجد عزیزی وسط بازار، اینجا کریم آباد رفت. اشتباه احتماله. پس اینجا اهدنا به معنای ایصال الی المطلوب، نه اراءت الطریق. یه الان که ما القاب الهی را بیان کردیم، نسبت خود را هم بیان کردیم، خدایا ما را به صراط مستقیمت برسان. اهدنا الصراط المستقیم را معنی چی نیست که ما را هدایت بده به صراط مستقیم، رهنمایی بفرما، بلکه معنیش اینه که ما را به صراط مستقیم برسان، دست ما را بگیر تا به صراط مستقیم برسیم. این صراط مستقیم چیه؟ که ما از خدا مسئله دین خاطر بسیاری از مفسرین معنی کردن ادمنا الصراط المستقیم، ما را بر صراط مستقیم دائم بدار، ما را بر صراط مستقیم بدار. خب صراط مستقیم چیه؟ که ما از خدا درخواست کردیم بعد از ذکر القابش، بعد از بیان نسبت یا کنعبود یا کنستعین، و از خدا مسئلت میکنیم که ما را بر صراط مستقیم نگهداری کن، بدار ما را بر صراط مستقیم. دیگه الان نقضش نکنم از صراط مستقیم. و صراط مستقیم راه کسانی است که تو بر آنها انعام کردی. این هم خدا توضیح داد که صراط مستقیم راه صراط معنی راه، المستقیم راه،
راه مستقیم راه کسانی است که رب تو بر آنها انعام کرده. خب همین صراط مستقیم که راه منعم علیهم هست، این چیه که ما را بر این صراط مستقیم نگهداری کنه؟ این صراط مستقیم را رب سبحانه و تعالی دو جا برای ما تفسیر کرده، یکی در سوره یاسین و یکی در سوره دیگر که خواندی، همین بعدها خوانده ای که حضرت عیسی ابن مریم فرمودند روز قیامت الله تعالی احضار میکنه مجرمین را و در بعد از جدا شدن مجرمین از صالحین الله تعالی میگه الم آهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. او فرزندان آدم، او ابو جهل، او عتبه، شیبه، شداد، نمرود، مگر من از شما قول قرار نگرفتم که شیطان را اطاعت نکنید؟ عبادت معنی چیه؟ تفسیری که من برای شما کردم، عبادت یعنی اطاعت. من به شما نگفتم که شیطان لعین را اطاعت نکنید انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، گوش به فرمان من خدا باشید که صراط مستقیم همینه. صراط مستقیم چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را اطاعت میکنیم در اوامر و در مناهی و برای این اطاعت فقط از تو استعانت میخواهیم. اکنون میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا رو من معنی کردم همیشه نگهدار ما را بر این صراط مستقیم. یک سالی، دو سالی، 4 ماهی، چلگی، 1 سال در تشکیل بشیم و خدا را بندگی کنیم، هیچ مشکل نیست. 10 سال هم هیچ مشکل نیست. لیکن تا آخری لحظات زندگی در خانه و در کاشانه، در تشکیل و در غیر تشکیل، در مدرسه و در بازار خدا را اطاعت کردن کار آسانی نیست تا خدا کمک کنه. خدا بر این صراط مستقیم ما را نگه دار به معنی ایصال المطلوب، یعنی این صراط مستقیم که مقصود ما هست و ما برای این چیز خلق شده ایم. ادمنا علی صراط مستقیم. و صراط مستقیم همین عبادت تو هست که ما در ایاک نعبد و ایاک نستعین با تو تعهد کردیم، ما را بر این صراط مستقیم ثابت نگه دار. صراط مستقیم راه منعم علیهم. منعم علیهم را قرآن خودش در قرآن به 4 صنف تقسیم کرده: صنف نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این 4 صنف بین خودشان تفاوت دارند. یکی صنف نبیین بین خود تفاوت دارند. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درجات متفاوت دارند. نبیین همه در یک درجه نیستند. این هم ثابت است که صدیقین هم مراتب بزرگ متفاوتی دارند. همه مثل صدیق اکبر و صدیقه کبرا عایشه طیبه و فاطمه صدیقه که نمیتونن بشن. صدیقین هم مراتب دارند، لیکن هیچ صدیقی به مرتبه نبی نمیرسه. خب شهدا هم مراتب دارند، هیچ شهیدی به مقام صدیق هم نمیرسه. صدیقین مقامشون بعد از نبیه. حضرت ابوبکر صدیق شهید نیست و در این امت صدیقین هم کم نبودن، زیاد بودن و هستن. الان ما چی میدانیم کی الان صدیق به مقام صدیقین رسیده و با شهدا با هم مراتب دارند و همچنین صالحین. صالحین کسانی را میگن در اینجا صالحین که غیر نبیین صدیقین و شهدا باشند، یعنی عموم مؤمنات اینها صالحین است. چون اینجا صالحین در برابر
حتیم نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. حالا انبیاء هم صالح، انه لمن الصالحین، اون صالحین درجه یک که نبیه صالح عامه، لیکن اینجا که وقتی در کسامت آمده، در تقسیم آمده، اقسامی کسم منعم علیهم الذین انعمت علیهم، این مقسم هست، به 4 گروه تقسیم شدن، هر گروه رقیب دیگره. مثل اینه که کلمه مقسمه، اسم فعل حرف اقسام او هستن. اسم که شد فعل و حرف نیست، حرف که شد اسم و فعل نیست، فعل شد اسم و حرف نیست. اینجا هم همینطوره. خب اینجا یک نکته برای شما میگم، استدلالیه، این هیچ کس نمیتونه جواب بده. این شیعه اعتقاد دارن که امامت مقامی بالاتر از نبوته و به امامه ها رسیده، بالاتر از نبوت هست مقام امامت. خب ائمه به قول آنها به مقام بالاتری از نبوت رسیدن و این هم با قوت بیان میکنن. خب یقینا که ائمه از گروه منعم علیهم هستند، از گروه منعم علیهم هستند. خب گروه منعم علیهم به 4 گروه تقسیم شدند. شما ائمه را قبل از انبیاء اگر ذکر کنید و پس خدا ذکر نکردید، مقام ذکر بود نه؟ بعد میگه اولئک مع الذین انعم الله علیهم من الائمة والنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. حالانکه من الائمة قرآن نیست. پس بیاید گروه نبیین. شما میگید حضرت علی افضل از انبیاء هست غیر از نبی علیه السلام. اصلا اعتقادیه، من راست شما میگم. خب شما میگید بعد از پیغمبر نبی نه آمده، لیکن افضل از نبی آمده. پس ختم نبوت یعنی چی؟ خاتم النبیین یعنی چی؟ نبی نمیاد، افضل از نبی میاد که حضرت علی افضل از انبیاء. خب کش نشد اونجا در لیست منعم علیهم مقام نبوت جدا ذکر نشد، شده جدا ذکر. خب شما در لیست نبیین ببری، خب پس نبی خاتم النبیین چطور میشه که بعد از اون نبی نامده افضل از نبی آمده؟ افضل تر که نمیتونی بگی، چون مقامی اگر افضل تر می بود. خب این که خدا منعم علیهم را به 4 گروه تقسیم کرده، نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین، این ترتیب و گروه بندی از اعلی به ادنا بوده یا از ادنا به اعلی بوده؟ از اعلی به ادنا. اول نمبر اول در انعام نبیین، نمبر 2 صدیقین، شماره 3 شهدان، شماره 4 صالحین. خب شما اگر در نبیین داخل کنید، اگر باید طبق اعتقاد شما قبل از نبیین ذکر ائمه می بود چون افضلن، خب شما در نبیین داخل کنی ختم نبوت باقی نمیماند. شما در صدیقین داخل کنی، ما با شما همه را صدیق بگید، ما اعتراضی نداریم. شما در شهدا داخل کنید که اکثر ائمه در شهدا داخلند، اکثرشون نه. حالا به زمان هر امام شهید شده، ولی خب حضرت علی شهید شده، شکی در آن نیست. حضرت امام حسین شهید شده، در آن هم شکی نیست. حضرت حسن قیلی دارن، زهرش دارن، خب زهر خورده شهید شده. زین العابدین کی شهید کرده؟ خب فاطمه را میگه حضرت عمر شهید کرده، در شهدا داخله. در شهدا داخل کنون، اونا میگن نعوذ بالله تفاهم نباشد که ما نقل کذب را تازه بشیم، خدا میدن. در صدیقین داخل کنیم، ما کاری نداریم.
در شهدا داخل کنید هم کسی اعتراض ندارد، در صالحین داخل کنید کسی اعتراض ندارد، لیکن قبل از نبیین بیان کنید اونها لیستی ندارند. در صف نبیین بیارید، ختم نبوت اعتراض میشه. همین یک بنده خدای کتابی نوشته کرده که روح خط اعتقاد نیست، لیکن از اعتقاد آنها اشمام می شود که دروازه نبوت نبسته، نبی نمیاد، افضل از نبی میاد. در شبهات پیشاور نوشته که نوح علیه السلام مفضوله، حضرت علی افضله، ابراهیم هم مفضوله، یعنی مقام علی از حضرت ابراهیم خلیل الله هم بالاتر است. اینا اعتقاد دارن. اینه منم علیهم 4 سنف هست و سروران گرامی راه آنها را بر راه آنها که صراط مستقیم است ما را نگه دار. این منم علیهم گوش به فرمان خدا نبودن. ابراهیم خلیل الله به طور نمونه الله فرمود ترک وطن چشم، به خاطر خدا ساره اسیر در مصر، چرا ندارد مناجات می کند. جلادان اون مصری ساره را با خود می برند. حضرت ابراهیم تماس را از خدا قطع نمی کند. شروع ساره صحیح و سالم با یک هدیه بلند قدر باز به محضر حضرت ابراهیم می آید. بعد ابراهیم علیه السلام میره، اللہ تعالی میگه این هاجر را با اسماعیل جان که در گهواره هست، هنوز زبان گویا ندارد، ببر در واد لم یزرع اسکان بده. میگه چشم حرف ندارم. وقتی اسماعیل جان میتونه با ابراهیم علیه السلام قدم بزنه، فلما بلغ ما قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. ابراهیم تسلیم که ذابح بشه و حضرت اسماعیل جان حاضره که مذبوح بشه و او را بر رخسار می گذارد و بسم الله الله اکبر. این ابراهیم هست. گوش به فرمان خدا هست یا نه؟ ها خدایا به راه آنهای ما را نگه دار که گوش به فرمان تو بودن در طول زندگی. نبیین گوش به فرمان خدا بودن، صدیقین هم گوش به فرمان خدا بودن، او شهدا تا جای گوش به فرمان خدا بودن گردن را برای خدا نگه داشتن، شمشیر خطشون کردن. شهدا نبودن، برای خدا تکه تکه شدن. شهدا چقدر گوش به فرمان بودن، جان را برای جان آفرین تقدیم کردن. صالحین هم در طول زندگی گوش به فرمان خدا بودن. نماز، روزه، حج، زکات، تلاوت، ذکر، زکات، این همه گوش به فرمان خدا بودن. صراط الذین انعمت علیهم. اون راه منعم علیه اینه، راه کسانی که بر آنها انعام کردی. اینها غیر آنهایی هستند که غضب شده بر آنها. این غیر صفت الذین انعمت علیهم. اونهایی را که بر آنها انعام کردی بدله، غیر آنهایی که غضب شده بر آنها و غیر آنهایی که گمراه هستند. آنهایی که بر آنها انعام، راه آنهایی که بر آنها انعام کردی، آنها غیر آنهایی هستند که بر آنها غضب شده. سبحان الله. اینجا تقاضا این بود سروران گرامی. اونجا گفت صراط الذین انعمت علیهم. گوش کنی نکته‌ایه.
راه اون کسانی که ربا شما بر آنها انعام کرده. انعام تا صیغه خطابه، یعنی مخاطبه، شما بر آنها انعام کردی. اینجا تقاضا بود غیر الذین غضبت علیهم یا غیر الذین ذللتهم، لیکن عوض شد غیر المغضوب. الاسلام المغضوب برای الذین، معنی الذین میده. تقاضا این بود که غیر الذی غضبت علیهم یا غیر الذی ذللتهم. غضب و ذلال را به خدا نسبت نداد برای احترام. گفت غیر آنهایی که غضب کرده شده است بر سر آنها. غضب کی کرده؟ فباءوا بغضب من الله. هدیه یهودی های نافرمان که آنها خدا را نافرمانی کردند، الله تعالی که غضب خدا شد. فباءوا بغضب من الله. یا قرآن فرمود که اینها را خدا گمراه کرده. یذل الله یا اذل الله. لیکن اینجا به خاطر ادب نگفته شد الذی غضبت علیهم یا الذی انعمت علیهم. ادب را رعایت کرد. غیر آنهایی که غضب شده. این مغضوب علیهم عموما میگن یهود و ضالین میگن نصارا. خب این هر کس برداشتی دارد، لیکن برداشت بنده از ورود آمریکا همینه که مغضوب علیهم کافر است. چه یهودی باشند، چه نصرانی باشند، چه کمونیست باشند، چه هندو باشند، چه مجوس باشند، هر گروهی از گروه‌های کفر همه مغضوب علیهم. چرا؟ اینها همه خدا را نافرمانی کردن. نکردن خدا را نافرمانی، تو همه باو به غضب من الله. و ضالین کیه؟ گمراه. او منافق بی‌ایمان، منافق گمراه، نه در خط مؤمنه و نه در خط کافره. مسیر کافر مشخصه، تو مسیر کفر خودش میره. و مسیر مؤمن هم مشخصه، تو مسیر ایمان میره. منافق به ایمان در وسط گمراه است. واتخذوا بین ذلک سبیلا لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذبین بین ذلک. بین دو راه مشخص راه وسطی درست کرده. گاهی جاده کافر را هموار میبینه شدت میره، گاهی جاده مومن را هموار میره چین جاده میآید و جاده اسلام را میبره. ریش میگذاره، اما میگذاره، اما ما شبا و کبا و صدری به تن میکنه. بین دو راهه. چهره را مثل گوش کرده است و جبه را مسلمانی پوشیده. این گمراه و در نتیجه گمراه در طبقه پایین‌تر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق در حقیقت راهش گمراه، راه خود را گم کرده. مؤمن واقعی مسیرش مشخصه، تو مسیر خودش میره. کافر هم مسیرش مشخصه، میره تو مسیرش. اصلا عیبی مگه بوش احساس میکنه که زنش لخته؟ افتخار هم میکنه، مسیرش مشخصه. در مجلس بوش زن لخت میکنه و در مجلس ملاها زن پاجامه بکر میکنه. این راه را گم نکرده. این منافق هستن که همین سن پر قرآن وقت تشریح میکند منافق در باطنش کافر هست. اینا نیستن. وقت جاده اسلام بود، خط اسلام بود، ریش اینها بزرگ بود و امامه به سر و به سلمان خانه ها سب کشیدن برای تراشیدن ریش. سب کشیدن. امامه را که همون روز اول شوت کرد برای ریش، دیگه هر جا نمیشه ریشه بتراشن. به سلمان خانه ها سب کشیدن توی نوبت.
این تبلیغات سوی صف نکشیدن برای تراشیدن نداشت. بله الان امریکایی های کافر گاگای بعضی از حیی افغان که هنوز مرکب سردارند و چادر هم تعجب دارند. ما تعجب میکنیم که طالبان رفتند و اثرشون مانده. مگر این اثر طالبان و حجاب این دستور طالبانه یا دستور احکام الحاکمینه؟ و حجاب دستور کیه؟ قرآن گفته حجاب کنن زنان. قل للمؤمنین یا ایها قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى قل للمؤمنین یغضوا یدنین علیهن من جلابیبهن. این خاطر سروران گرامی ظالین منافق مغضوب علیهم کفار، هر کافری باشد باو به غضب من الله. و این سه گروه را در سوره بقره تشریح. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.